خب بریم سراغ قسمت بعدی که حالا یه جورای قسمت سرویس دهی من اسمشو میذارم. یک خوش آمدگویی رو داریم و توی قسمت بعدیش حالا سرویس هایی که مثلا این تیم این وبسایت قراره به ما بده. میام واسه قسمت این کل این قسمت میخوام قسمت سرویس باشه. میام اینجا میگم آقا بعد از هدر یه سکشن میخوام با آیدی چی بذاریم؟ سرویس یا همون سرویس. اینجا هم این نباید باشه که فکر کنم به خاطر یکی از افزونهایی که من نصب کردم اون پایینم مینویسه. خب چی داریم توی سرویس ها؟ یک h2 میذارم، یک تگ p میذارم در ابتدا، میگم دیف کلاس هدر که نه، دیف کلاس سرویس داش تایتل، میام توش h2 میذارم، مثلا خوش آمدید و یه تگ p میذارم که میخوام یه متن بلندتری باشه. میام اینجا لورم ایپسون، نمیخوام از اونجا کپی کنم، همینجوری اومدم اینجا که ببینیم چجوری میتونیم تولید کنیم. همین رو کلن کپی میکنم، میام اینجا پیست میکنم و خیلی دور و دراز شد. خب متن خیلی بلند شده و عرضو میگیره، اذیت کننده است. یه راهی داریم که از ویو تاگل ورد رپ یا آلت زد بزنید میاد متن رو میشکنه و توی صفحتون قرار میده. میام اینجا این رو ببندیم و این شکلی شده. خب میام از چی استفاده میکنم؟ میخوام این کانتینر شه. میام اینجا این رو میگیرم، این h2 و p رو میگیرم، یا اینکه میتونیم اصلا کل این دیو رو بگیریم، بگیم دیو کلاس کانتینر باشه که بیاد و وسط چینش کنه به این شکل. خب میام پایین. خب اینجا هم بیایم یک کامنت بذاریم که بگیم services و اینجا هم میام یک کامنت میذارم services. حالا میام اینجا میگم یه آیدی دارم سرویس و فیتش باشه 100%، هایتش باشه، هایت من نمیخوام بهش بدم. میام پایین میگم یه کپی از همین بگیرم، بیام اینجا میگم یه کلاس سرویس تایتل دارم، ویت باشه 100% که میشه 100% کانتینر. توجه کنید خواهش میکنم، الان پدر این سرویس تایتل کانتینره و عرضش 1600 پیکسله و من دارم ویت اینو هم عرض ویت پدرش میکنم. میام همین رو یه کپی میگیرم، میارم اینجا میگم یک h2 داریم، فونت سایزت باشه 40 پیکسل، مثلا کالرت همون مشکی باشه. بیام اینجا بگم تکس الاینش باشه سنتر. این h2 رو یه کپی دیگه بکنیم، p داریم، مارجین تاپ باشه 20 پیکسل. چی دارم؟ خیلی خوبه. و اینجا ببینیم چی داریم. اینجا ببینید عرض صفحه کمتره، من اومدم اینجا عرض صفحه رو دارم بیشتر میکنم که خیلی هم حالا مهم نیست واسم که حالا عرض کم باشه یا زیاد. میگم پی من ویتش باشه مثلا 700 پیکسل، ببینم چی شد. به این شکل میاد و عرض رو کم میکنمش 800 پیکسل و میگم مارجین آتو بشه. حالا بیام اینجا میبینید که میاد وسط چینش میکنه تقریبا. میام میزنم 900 پیکسل، خیلی خوبه. یه فونت سایز بزرگتری رو میخوام بهش بدم، میگم فونت سایزت باشه 20 پیکسل. اگه من سریع پیش میرم شما میتونید فیلم رو آهسته تر کنید تا بتونید با من جلو بیاید. خب خیلی عالیه. اما میبینید که اینجا بعضی جاهاش سبز رنگه،
خب چجوری این کارو میتونم بکنم؟ مثلا میام این قسمت رو کات میکنم، تگی داریم توی HTML اسپن، توی دوره HTML بهش اشاره کردم من. اسپن باعث میشه که ما توی یک خط بتونیم تغییرات ایجاد کنیم. اسپن درون خطی هست و دیو، تفاوت اسپن و دیو اینه که دیو میاد یک خط کامل رو میگیره. اگه ما دوتا دیو رو قرار بدیم در داخل هم نمیشه این اتفاق بیفته، اما اسپن میتونه. الان تفاوتشو میگم، حالا خوب توضیح احساس میکنم ندادم. بیام این رو هم کات کنم، اسپن همینجا پیستش کنم، میگم پی، یه اسپن دارم، کالرش باشه این رنگ سبزه. بیام اینجا، میبینید رنگ سبز رو حالا دارم، این که اون بود، رنگ سبز رو حالا دارم و به این شکل هست. میتونیم تگ A هم درونش بذاریم که حالا من نمیخوام دیگه. خب اسپن تفاوتش چیه؟ ببینید من میام این اسپن رو میکنم دیو به جای اسپن. حالا برگردم اینجا، ببینید چه اتفاقی افتاد. دیو اومد این متنی که درونش قرار داره رو کرد یک لاین از صفحه من، اما اسپن همچین کاری رو انجام نمیده. اسپن میاد درون اون خط تغییراتی که ما میخواییم رو اعمال میده. اسپن درون خطیه و توی لاین کار میکنه. توی این لاین ما میتونیم اسپن رو قرار بدیم، مثلا 7-8 تا اسپن رو کنار هم قرار بدیم، مشکلی نداره و راحت کنار هم قرار میگیرن. و تفاوت دیو و اسپن اینه. برید توی دوره HTML، حالا شاید من خوب توضیح نداده باشم، قطعا دارم اونجا راجع به اسپن. خب این از اینجا رو من درست کردم. میخوام برم سراغ قسمت بعدی. میام توی سروایس تایتل، میگم بوردر باتمت باشه 1 پیکسل سالید گری و یه پدینگ باتم 40 پیکسلی مثلا بهش بدم. بیام اینجا و حالا بریم قسمت بعدی رو اول بسازیم. خب بذارید برای اینکه ویدیو طولانی نشه این قسمت رو توی ویدیو بعدی طراحی کنیم که بتونیم وقت خوبی روش بذاریم. پس شما رو اونجا میبینم.